بریم برای اجرای بعدی. سید وحید موسوی از خرم‌آباد لرستان، 32 ساله. بفرمایید. ماشاءالله ماشاءالله. قربون شما. خیلی خوش اومدید. فدای شما، ارادت داره. من عرض ادب میکنم خدمت دوستان عزیزم که اینجا نشستن، داورا، اون عزیزایی که تو خونه دارن میبینن این برنامه رو. امیدوارم که چند لحظه شاد باشیم کناره. در خدمتیم. چیکار میکنی شما؟ کارتون چیه؟ قربان من لوله کش ساختمونه. الان قرار لوله کشی کنی اینجا؟ والا لوله کشیم که بهتره ولی میخونم اینجا. اجازه بدید. لوله کشید بهتره ولی میخونیم. افتخارش و افتخار وحید عزیز. داغ ایوان خیالم رمسد، ساز خوشحالی که پسد، جز بیزارم در رسم روزگار، کشتمت حال رش ناسازگار. بار بار شادی آمد نال نالم پر غم چیدنه، بار بار شادی آمد دریده زندگی با من برسون آرزومم کنم، برسون آرزومم کنم. نداره کل زمی زندون من، پاسبونم عقل بی سامون من، پاسبونم عقل بی سامون من. یه لحظه وایسی. این واسا وحید، چون کارت کوتاه بود یه تیکه کار شادم بخون، بعد رأی آقای اسماعیلی و امینم با هم ببینیم. در ضمن شما رأی مثبت از کارن همایونفر دارین و یه دست براش بزنیم برای وحید. داشتم به تفریم رتم ریو فلاحم، زده بالا وزیدیم خوشتن یا میرم، هنوش کردم چشتی ها جونم سید میرم، گردی اکوام و خدا نده جوام چشتی ها، ولام بیچاره تونم باد عد بمونه ونم، اکنم میره او همه کسه، ار بکوشی ار نکوشی جوها و دسته، عزیز جوها و دسته. به هاید کنگوزن یه روزی وارم میام میزنم بدن، گلونی سید میسونم بکشی واسم، کردی اکوام خدا
تو گردنم آخ نمیره او همه کسه ار بکوشی ار نکوشی جو و دسته عزیز جو و دسته بابا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله.